اهرام مصر بدون شک یکی از عجیب‌ترین سازه‌های جهانه که در مورد ساخت اونها فرضیه‌های زیاد و عجیبی وجود داره. توی ویدیوی امروز قراره در مورد راز ساخت اهرام ثلاثه صحبت کنیم. پس تماشای این ویدیو رو از دست ندید. طبق تحقیقاتی که تا سال 2008 توسط باستانشناسان انجام شده، 118 تا 138 هرم در مصر وجود دارند. همه این بناها برای دفن فرعون‌های مصر باستان استفاده می شده. اما اونچه اهرام مصر رو در لیست عجایب هفتگانه جهان قرار داده، 3 هرم اصلی یا همان اهرام ثلاثه مصر هست. از بین 3 هرم اصلی، هرم بزرگ با ارتفاع 139 متر در حدود 2550 سال قبل از میلاد توسط فرعونی به نام خوفو ساخته شد. این بنا تا سالهای زیادی بزرگترین سازه روی زمین بود. اعتقاد بر اینه که هرم دوم توسط پسر خوفو یعنی خفره در حدود 30 سال بعد از هرم خوفو بنا شده و اما هرم سوم بسیار کوچکتر از 2 هرم اوله و گمان میره که فرعون منکائوره این بنا رو 2490 سال قبل از میلاد ساخته. بدون شک این هرم ها نماد غرور و تکبر فراعنه مصر بودند. بسیاری از دانشمندان به این نتیجه رسیدند که تنها برای ساختن هرم بزرگ به 20,000 کارگر و 20 سال زمان نیاز بوده. این موضوع که کارگران اون زمان فقط وسایل چوبی و طناب قرقره داشتند، این حقیقت رو عجیبتر و شگفت‌انگیزتر میکنه. با تمام جزئیات علمی و تحقیقات دقیقی که انجام شده، همچنان سخته که باور کنیم توی یک دوره 20 ساله و با ابزاری بسیار محدود چنین شگفتی رو بشه رقم زد. از رازهای اهرام مصر، وزن آجرهای به کار رفته در این سازه هاست. بلوک‌های سنگی 50 تنی رو تصور کنید که برای ساخت هرمی به ارتفاع 140 متر جابجا میشن. جالب اینجاست که گفته میشه اهرام مرموز مصر با بیش از 2 میلیون آجر ساخته شدند. این 2 میلیون بلوک سنگی هر کدام 2.5 تا 50 تن وزن دارند. به گفته باستانشناسا این بلوک ها از یک منبع نزدیک استخراج شدند. با چنین وزن زیادی کارگران چگونه این بلوک ها را جابجا کردند؟ این نظریه هم وجود داره که گروه های بزرگی از کارگران این بلوک های عظیم رو روی سطح شیبدار چوبی فشار میدادند تا به مقصد برسه. اما خیلی بعید به نظر میرسه، چرا که هیچ چوبی نمیتونه وزن این سنگ‌های عظیم رو تحمل کنه. اما واقع گراترین نظریه‌ای که تا کنون درباره سازندگان اهرام مصر باستان وجود داره، اینه که اهرام توسط کارگران مزدبگیر ساخته شده، نه تعداد زیادی برده. تحقیقات نشون میدن سازندگان اهرام به خوبی تغذیه میشدن، دستمزد خوبی داشتن و از افتخارات بالایی برخوردار بودن. برای همین خیلی از اونهایی که در حین ساخت اهرام جان باختن به نشانه افتخار در کنار آرامگاه اصلی فرعون دفن شدند. ولی با این حال فرضیه‌های مبنی بر مشارکت موجودات فرازمینی در ساخت اهرام مصر وجود داره که خیلی‌ها هم بهش باور دارن. اما قبل از اینکه شگفتی این موضوع رو با هم بررسی کنیم، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. پژوهشگران فرانسوی و آمریکایی طی آخرین تحقیقات خودشون تأکید دارن که سنگ‌های غول پیکری که فراعنه برای ساخت اهرام مصر استفاده می‌کردند فقط از گل و خاکی که تحت حرارت بالا قرار می‌گرفته ساخته شدند. این حقیقتیه که قرآن کریم هم اون رو با دقت تمام بیان می‌کنه. به طوری که در آیه 38 سوره قصص به این نکته به وضوح اشاره شده که به دستور فرعون سازه‌ای عظیم با استفاده از گل حرارت دیده ساخته میشه و از طرفی دیگه تصاویری که میکروسکوپ الکترونیک از جزئیات سنگ‌های به کار رفته شده در اهرام مصر در معرض دید عموم قرار داده و همچنین اسناد علمی ثابت کرده که برای ساخت ساختمان‌ها و برج‌های مرتفع و غول‌پیکر در اون عصر از گل استفاده می شده. درست به همون صورتی که در قرآن اومده و این رازی بود که فراعنه اون رو پنهان می کردن. آیا شما هم با قرآن اتفاق نظر دارید؟ توی کامنت ها حتما نظرتون رو در این رابطه بنویسید.